بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. باز هم روح الامین دارد غزل می آورد، صنعت ایهام و تشبیه و بدل می آورد تا شود ابیات شعر من کمی دلچسب تر، واژه واژه بر لبم جام عسل می آورد. شعر شیرین مرا شور عجیبی داده است، واژه نابی که در چندین محل می آورد. در میان شاعران، در میان شعرهای شاعران اهل بیت دائما این بیت را ضرب المثل می آورد. یوسف مصری کجا و یوسف زهرا کجا، جلوه قطره کجا و جلوه دریا کجا. کوچه های شهر را امشب چراغانی کنید مثل حاجی صاحب احمدی و آقای سعادت. عرش را و فرش را آینه بندانی کنید. آمده نور دلانگیزی به سوی سامره، باید امشب کوچه ها را خوب نورانی کنید. طبق رسم فصل حج مثل تمام حاجیان جان ما را پیش پای یار قربانی کنید. از خم ابروی او صدها خم می می چکد، باید امشب خلق را انگور مهمانی کنید. دیدن روی سلیمان کار آسانی که نیست، باید اول خوب از این ملک دربانی کنید. هر که باشد آقا جان، هر که باشد نوکری تو زود آقا می شود، خود به خود با یک نگاهی تو مسیحا می شود. یوسف زهراتویی آقا جان، یوسف زهراتویی حسن ختام اهل بیت. نام تو زیباست ای مرد قیام اهل بیت. گرچه آقا مثل یوسف با نمک هستی، ولی نام زیبای تو شیرین کرده کام اهل بیت. السلام، صد سلام، السلام ای حجت الله، ای امام منتظر. لحظه لحظه میرسد بر تو سلام اهل بیت. از پیامبر تا امام عسکری در عصر خود نقل کردن این که هستی التیام اهل بیت. میرسی یک روز، میرسد یک روز تا با ذوالفقار مرتضی میرسی تا که بگیری انتقام اهل بیت. مرتضی، زهرا، حسن، خون خدا پیغمبری میبری با جلوت دل از امام عسکری. نیمه شعبان که میگردد ایام صاحب زمان میکند گل بر لب پیر و جوان. صاحب زمان اشهد ان که هستی تو امام آخرین، میوزد از هر مناره این از آن. صاحب زمان یک سوال، آقا اگر که جای کعبه ثابت است، پس چرا در هر کجا داری مکان؟ صاحب زمان تشنه هستم، تشنه یک جرعه دیدار تو، وعدگاه ما شب در جمکران. صاحب زمان میرسی یک روز ای خورشید پشت ابرها، میکنی پیدا مزار بینشان. صاحب زمان با ظهورت میشود خوشحال، زهرا مادرت پیش مرگت میشود آن لحظه آقا نوکرت. پیش مرگت میشود آن لحظه آقا نوکرت. شام فدای کام زبانی که گوید این کلمات که بر فرج یوسف زهرا هرچه ارادت داری بلند صلوات.